یه نفر تو شکم نهنگ گیر افتاده، دستش به هیچ جا بند نیست، کسی ازش خبر نداره. باید تقاضای کمک بکنه، خدای نجاتم بده، ولی نگفت خدای نجاتم بده، گفت لا اله الا انت. هیچ معبودی به حق سزاوار پرستش داشته باشه نیست جز تو. سبحانک، تو پاک و منزه از هر گونه ظلم به بندگانتی. اینی کنت من الظالمین، من به خودم ظلم کردم، یعنی نافرمانی تو کردم. به مجردی که این جمله رو گفت و اعتراف به تقصیر کرد، اول توحید و تحقق بخشید، دوم تسبیح خدا رو گفت، سوم خودش رو متهم کرد. خواستش چیه؟ نجاته، اصلا بیان نکرد. خیلی وقتی زندگی ما گره میخوره، مشکلی، حتی بیماری میشه با استغفار علاج کرد. خیلی وقتا بیماری میشه با استغفار علاج کرد، با صدقه علاج کرد. چقدر ما پول به دکتر میدیم که شفا پیدا بکنیم. یه مقدارش صدقه بدید تو سختی، وقتی بیمار میشی صدقه بدید. بیماراتون رو با صدقه، علما میگن وقتی مشکل میاد تو زندگیت، برو مشکل دیگران رو حل کن. تا زندگیت گره میخوره، برو گره کسی دیگر رو باز کن که گرهت برا فاصله باز خواهد شد. یا شروع به استغفار بکن. حضرت یونس اینجا چه کار کرد؟ نافرمانی کرده، بدون امر خدا قومش رو رها کرده، گرفتار شد. تو شکم نهنگ که قرار گرفت، گفت لا اله الا انت. این قدم اول. سبحانک، قدم دوم، اینی کنت من الظالمین، اعتراف به تقصیر. اینجا بود که خداوند به نهنگ گفت بیا، چه دیگه رفت تو کما. این سه تا جمله رو گفت، رفت تو کما. دیگه خداوند به نهنگ گفت بیا بالا، بیا بالا، بیا در سطح آب، برو به طرف ساحل. دیگه یونس رفت تو کما، اصلا دیگه اختیار خودش نداره، فقط فرصت کرد این سه تا جمله رو بگه. دیگه خداوند خودش تحویلش گرفت، بنده شد. اما حضرت ایوب بیماری پوستی گرفت، خیلی وحشتناک. نه خواب نشد، نه روز آرامش داشت، استراحت داشت، نه شب خواب داشت. نیاز به شفا داره یا نداره؟ آدم که مریض میشه میگه شفا بده، تقاضای شفا نکرد، فقط حالتشو برای خداوند بازگو کرد. انی مسنی الضر و انت ارحم الراحمین. سبحان الله. خدایا من بهم زیان رسیده، ضرر رسیده. انی مسنی الضر، اذیت دارم میشم، ولی نگفت چه؟ خدایا شفام بده، منو خلاص بکن از این اذیتی که این ناراحتی پوستی. نگفت. دنبال آیه نیست. دنبال آیه چیه؟ ادب با خداوند. همون نقطه ای که برای ما گنگه، برای ما پوشیده است. گفت من بهم ضرر رسیده، اذیت دارم میشم، ولی صبورم و شاکرم و انت ارحم الراحمین، ولی میدونم که تو ارحم الراحمینی. خیلی وقتا رحم خدا در همین بیماریه. اینو میخواد بگه حضرت ایوب، یعنی من طاقت دارم میکنم، میدونم که تو ارحم الراحمین، تو قصد اذیت من نداری. پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرمایند اگر کسی خالصانه برای برادر و خواهر مسلمانش دعا کرد، بلا فاصله خداوند یک فرشته مقابل او قرار میده و بهش میگه ولک مثل ذلک، برای تو مثل اون چیزی که برای برادر دعا کرده. سبحان الله. میگه اگر چیزی میخوای از خدا بطلبی، برای برادر و خواهرت بطلب، فرشته میاد مقابلت، بلا فاصله تا تو آمین گفتی میگه ولک مثل ذلک، همون چیزای خوبی که برای برادر و خواهر مسلمان دعا کردید، از من خواستید، برای تو هم همون چیزی که برای اونها طلب کردید. این دعای تو بود و آمین تو، اما اون آمین فرشته بود و دعای فرشته بود. کدومی که مستجاب تر میشه؟ پس اگر خاطر خودت میخوای که دعات مستجاب بشه، رونقی در زندگیت بیاد، برای برادر و خواهرت خالصانه دعا